خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. در ادامه درس ها این ویدیو رو میخوام آپلود کنم. بعضی از دوستان نمیدونن چجوری از سایت استفاده کنن. almanibefarsi.com میتونید وارد بشید. www اصلا توی گوگل هم بدید آلمانی به خودش میاد. آلمانی به فارسی بیاد. آلمانی به فارسی.com وارد میشید و اینجا حالا فعلا سایت اینجوری به نظر میرسه، ممکنه بعداً اینجوری دیگه باشه طرحش. اینجا نگاه میکنید و درس ها اینجا لیست شده، نگاه میکنید. درس های فرانسوی هم اینجا قراره بذاریم، فعلا نذاشتیم، اضافه نکردم من چون تمرکزم رو دادم رو آلمانی. فعلا در آینده ممکن اینجا پرتر بشه شکلش فرق کنه. خلاصه اینجا میتونن دوستان کامنتی چیزی بذارن و دیگه کلیک میکنید وارد درس ها میشید و از اینجا استفاده میکنید و درس ها رو میبینید. سوالی هم داشتید این زیر مینویسید. شما میتونید با اکانت فیسبوک یا یاهو اینجا پیامتون رو بذارید یا سایت های دیگه. خب این از این. اینجا میره تو یوتیوب، مثلا اینجا یوتیوب بزنید میره توی بخش یوتیوب و یوتیوب هم درس ها هست، همه لیست شده همینجا. بفرمایید اینجا همه هست. برگردم به فیسبوک هم بزنید مستقیم میره تو فیسبوک من. اینجا میبینید فیسبوک و چیزایی که نوشتم و این چیزا الان باز هست. فیسبوک، تو فیسبوک هم چیزای خوب زیاد هست، چیزایی که نیاز دارید، نکات مختلف میتونید ببینید و استفاده کنید. خب این از این. بریم تو گوگل. خب بریم گوگل. کجاست؟ اینجاست. چیز دیگه که میخواستم بهتون بگم اینه که چطوری صرف فعلا رو پیدا کنید. خیلی راحته. مینویسید ورب، خودش میاد. که بزنید کنیوگاسیون، تموم شد. میزنید دویچه وربن کنیوگاسیون، اینجا ورب تابل، اینجا میزنید یه دونه وبسایت میاد. وبسایت های مختلفی وجود داره ولی یکی جالبه. مثلا من میخوام فعلش sprechen یعنی صحبت کردن رو پیدا کنم. میزنم اینترم، میزنم همه چیزاشو مینویسه واسم. این ایندیکاتیو یعنی پرزنت یعنی زمان حال، زمان پرتریتوم گذشته و پرفکت ماضی نقلی، پلوس کوام پرفکت ماضی بعید، فوتور اینس حالت آینده. اینا رو گفتم. پلوس کوام پرفکت رو هنوز نگفتم، این ماضی بعید هست. من الان درس 161 هستم که این ویدیو رو دارم ضبط میکنم. بعداً که رفتیم بالاتر مسلما میگیم. فوتور 2 خیلی به کار نمیره، اصلا مهم نیست. کنیوکتیو هم گفتم، کنیوکتیو اینس رو گفتم، اینس رو نگفتم، کنیوکتیو 2 رو گفتم، اینس رو هنوز نگفتم، اشاره کردم. کنیوکتیو 2 واسه گذشته هم نگفتم، واسه حال و آینده رو گفتم. خب بالاخره اینجا همه چیزا رو می‌نویسید. ایمپراتیو یعنی امر، فعل امرشون رو می‌بینید و هر فعلی رو خواستید بزنید و ببینید. تموم شد. یه چیزی که من زیاد استفاده می‌کنم دیکشنری، دویچ انگلیش اینفو، اینو بزنید. یه دیکشنری میده بهتون گوگل، وارتابوخ، و واردش که بشید این خیلی دیکشنری جالبی هست و من خیلی استفاده میکنم ازش. مثلا یک کلمه بدم، نمیدونم فست، معنی محکم میده. اینجا چیز آلمانیشو انگلیسیشو میده. اگرم زینونوم بزنید اینجا مترادف این کلمه رو بهتون میده، مثلا مترادف آلمانیشو بهتون میده و این خیلی کمک میکنه. من از مترادفش زیاد استفاده میکنم. مثلا نوتیش یعنی لازم و ضروری، مترادفاشو ببینید، مثلا ارفوردلیش یا نوتوندیش، اینا خیلی مهم هستن. این دوتا مثلا خیلی مهم بودن و چیزای خیلی خوبه. این دیکشنریه. دیکشنری زیاد هست و میتونید شما دویچ انگلیش بزنید. لیو دیکشنری خوبی هست که این خوبیش اینه که
می نویسید مثلا فاتا پدر، انگلیسیشو میده و این آرتیکل هم بهتون میده در. اون دیکشنری قبلی آرتیکل نمیداد، ولی این دیکشنری اگه اشتباه بنویسید اینجا معمولا چیزی بهتون نمیده اینجا، ولی دیکشنری قبلی اشتباه بنویسید گزینه بهتون میده که اون حالت درستش رو سریع پیدا کنید، مثل گوگل هست. خوبه. اون دیکشنری دیگه هم که من زیاد استفاده میکنم، اصلا بنویسیم دویچ انگلیش، خودش میاد این دیکشنری فکر کنم dict.cc و این هم چیز خوبیه. مثلا پاوکلن هم داره اصلا. ببین مثلا پیدا نکرد پاوکلن، براتون پیشنهاد میده. آیا منظورتون پاوکن بود؟ آیا منظورتون گاوکلن بود؟ شاوکلن بود؟ همینجا مثلا پاوکن یعنی چی؟ مترادف اینجا نمیدونم میده یا نه، ولی اون دیکشنری قبلی مترادفای خوبی میداد. ببین حالا مثلا پاوکن رو ببینم قبلی بنویسم Deutsch English Info، وارد بشید. پاوکن رو بنویسم پاوکن، خب یعنی üben. ببین یعنی üben. مثلا از موقع میگم مثلا باید ich muss پاوکن یعنی خوندن، مثل lernen ich muss lernen ich muss üben. مثلا واسه امتحان میگه heute muss ich pauken. واسه آبیتور یعنی مثلا دیپلم باید بخونم. خب حالا مهم هم نیست، فقط می‌خواستم بگم که معنی مثل مترادف بهتون میده اینجا. خیلی خوبه. و زتسونگ مستقیم. خب خود گوگل هم یه سیستم داره، سیستم گوگل übersetzer یا ترنسلیتور. اینجا نگاه میکنید، ببینید واردش که میشید میتونید اینجا به مثلا ich muss، ببینید من میخوام از آلمانی به فارسی مثلا اینجا بزنم Deutsch German، اینجا بزنم پرزیش پرزیان so ich muss gehen مثلا من باید بروم. میبینید البته این ترجمه همیشه خوب نیست، ولی بعضی مواقع ترجمه خوب میکنه، ببینید، ولی همیشه نه. آلترناتیو هست که هر از گاهی نگاه کنید شاید کل مطلب دستتون بیاد. دلیل نمیشه که این دیکشنری واقعا این مترجمه اینقدر هوشمند باشه که همه چیزو خوب ترجمه کنه، نه. اینجا میتونید استفاده کنید. یه دونه دیگه میخوام بهتون معرفی کنم، اینا رو میتونید یادداشت کنید خودتون، توی برگه بنویسید بعداً. ویکشنری اینم خیلی خوبه. میاد اینجا مثلا یه کلمه وارد میکنید، اینجا دویچ، ببینید اینجا انگلیسی یا هر چیزی خواستید، مثلا بگیم کیند یعنی بچه، میزنیم و ببینید اینجا کیند پلورال. این انگلیسی شده چون کیند انگلیسی هم وجود داره. بزنیم مثلا زون یعنی پسر، زون پلورال زونه. ببینید پلورال یا جمعشو میده. اینجا هم یه جدول هست زینگولار پلورال و این آرتیکل هم میده بهتون. آوسپراخه خیلی مهم هست و خلاصه هر چیزی خواستید میتونید اینجا بدید و معنیشو میده. بعضی مواقع اینجا گنتیو داتیوشو میده، آکوزاتیوشو میده، همه چیزو بهشون میده، همه چیزو بهتون میده. فقط دقت کنید اینو فقط میگم واسه منبع باشه، نه اینکه برید از این بخواید یه چیزی یاد بگیرید، نه. یعنی شما اینو فقط به عنوان منبع یه چیزی رو نگاه میکنید، یه دفعه یادتون رفته آرتیکلش چیه، میاد میزنید اینجا نگاه میکنید، یا جمعش رو نمیدونید اینجا نگاه میکنید. اینجا معمولا یه بایشپیل هم داره، ببینید اینجا بایشپیلش هم داره، یعنی مثال توی جمله هم مثال میزنه. خب اینو فقط می‌خواستم بهتون بگم. چند تا سایت فارسی هم البته هست. دیرکت به گوگل بدیم لغتنامه، به نظر من لغتنامه چیز خوبی هست و اینجا خیلی چیزا رو به فارسی، دیکشنری خیلی جالبی هست. مثلا خب من اینا رو چی نوشتم اینجا، کلوگو بنویسیم زوخم،
باهوش، تیزهوش، دانا، خلاصه این چیزا. خب گه بزنیم، چی میزنه اینجا؟ چیزش هم میزنه، گه گراماتیک میزنه براتون، نومیناتیو میده، آکوزاتیو میده، همه چیزو بهتون میده خلاصه. ولی من فقط بهتون بگم نیاد که بیاید از این بخواید چیزی یاد بگیرید. اینا تنها فقط واسه منبع باشه. منبع یه چیزی رو نمیدونید معنیشو، بعضی مواقع فارسیش به درد میخوره. همه موقع، همه وقت نه. بعضی مواقع خوبه، بیشتر مواقع بده. یه مواقع یه سری کلمات خاص هستن نگاه کنیم تو فارسی کمک میکنه. خب این منابعی بودن که بالاخره میتونید استفاده کنید. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis die Tage, tschüss.